каромат шарипов раҳбари собиқи ҷунбуши муҳоҷирони тоҷик дар русия мегӯяд, рӯзҳои наздик бояд мақомоти рус иҷозати баргаштанаш ба русияро содир кунанд. қаблан комиссиони ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид русияву тоҷикистонро муваззаф карда буд ба парвандаи шарипов расидагӣ кунанд. шарипов дар суҳбат бо Payom гуфт ки парвандааш дар комиссияи ҳуқуқи башари созмони милали муттаҳид ба анҷом расида ва ҳоло ду парвандаи дигараш ба додгоҳи Страсбург пешниҳод шуда аст. طبق گفته каромат шарипов مقامات تاجیکستان و روسیه تا 21 январ فرصت دارند تا به قضیه او رسیدگی کنند. همچنین شریپوف با پیام گفت از روی معلوماتی که دریافت کرده است قرار است مقامات روسیه روزهای نزدیک اجازه برگشتش به این کشور را صادر کنند و او باور دارد که روزهای نزدیک به کشوری بوده باش همیشگیش برخواهد گشت. каромат шарипов که سال 2017 با وجود دارایی شهروندی روسیه بودنش از این کشور اخراج شد، قبلا به پیام گفته بود کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد شکایتش درباره اخراج غیر قانونیش از روسیه را بررسی نموده قرار صادر کرده است. طبق قرار کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از 12 ایول سال 2019 حکومت‌های تاجیکستان و روسیه وظیفه‌دار شدند که درباره غیر قانونی از جانب تاجیکستان معلوماتنامه ساخته درباره شهروند جمهوری تاجیکستان بودند، پیشنهاد شدند و از جانب روسیه غیر قانونی اخراج شدن شهروند روسیه کرامات شریپوف را شرح دهند. کرامات شریپوف به ما گفت در قرار مذکور سبب حالتهای از قبیل خدمتچی حربی نفقه‌خور بودن، اشتراکچی جنگ بودن و جانبداران زیاد داشتنش ذکر شده از حکومت‌ها طلب کرده شده است که در مهلت نزیاده از 6 ماه به مسئله‌های مذکور همه طرفه رسیدگی کرده جواب خود را به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد پیشنهاد نمایند. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه که حکومت روسیه و تاجیکستان و به خصوص کاردهندگان مهاجران کاری تاجیک را زیاد تنقید می‌کرد، ماه دکبر سال 2017 دستگیر شد. دادگاه روسیه بعد مدت کوتاه قرار کرد که کرامات شریپوف از راه غیر قانونی شهروندی روسیه را به دست آورده است و برای همین باید از آن محروم کنند و از قلمرو کشور خارج نمایند. به باور خود کرامات شریپوف اخراج او از روسیه کار دست گروه‌هایی بود که از فعالیتش برای حفظ حقوق مهاجران کاری خوششان نمی آمد. کرامات شریپوف ادعا دارد پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نداشت، اما مقامات تاجیکستان میگویند او از سالهای 70 به این طرف شهروند تاجیکستان است.